من تو رو ناراحت نکردم. کار دارم. مرد التماس از من این طور دور نشو. با فکرم برای دور ایستادن سبب کافی دارم مادر. پسرم تو جان و جگری من هستی. حسرت هم جان و جگری مادرش است. اویدی حسرت چیزی رو که دانم با تو گفته بودم که تنها در نزد تاریخ کار کردن حسرت رو میدونم و خلاص. امیدوارم که همینطور است. اما من از جوابهایتان قانع نشدم و سببش را نیز نمیدانم. تو چی گفتن میخواهی؟ میدانید که برای فرزند یکی از چیزهای بد چیست مادر؟ احتمال بدی کرده توانستن مادرش است. یک چند روز است که از این فکر خودداری کرده نمیتوانم. مرد من میخواهم از تحت دل بگویم که مادرم این کارو نکرده است، اما گفته نمیتوانم. کاش که پس از این قدر حادثه ها چخلی که با چشم آنها نگاه میکنی با مسئله ها با چشم من نیز نگاه میکردی. مردی که سالهای دراز دوستش میداشتم با من دروغ گفته است. اویله داریم به آخر رسید. اویله هم پریشان و حیاتم محو شد. اما پس از این قدر حادثه ها گپای به من گفته‌ات رو ببین. من در حقیقت به این قدر رنج و عذاب سزاوار هستم؟ یا اینکه پس از این قدر حادثه ها باید صحت و سلامت در نزد شما به پا ایستم؟ چرا کوشش نمیکنی که احوال مادرت رو بفهمی؟ سرم گرم شده است مادر و قوت فکر کردن این رو ندارم. خوب، پس از این قدر حادثه ها تنها تو و خواهرت با منید. تکیه‌گاه هم شمایید. اگر یگان کاری کردم تو رو شرمنده کرده باشد، بدون که این رو برای خاطر تو و برای خواهرت چه کردم پسرم، تو همین رو دانی برای من کفایه. جناب کمال بیدار شوید، شما آزاد شدید. چه حال داری؟ جناب کمال با اینجا آمده اید؟ بله. در اینجا نیستند. کی در اینجا نیست؟ خانم نیلگون خانم حضرت جناب قادر. در کجایم؟ شما نمیدانید؟ چی رو نمیدونم ای مرد؟ جناب کمال خانم نیلگون و فرزندانتان در اینجا زندگی نمیکنند. در کجایم؟ در جای دیگر بودند، من نمیدانم. تو چه ها میگویی؟ خدایا خداوند، من خودم میفهمم. ببخشید جناب کمال، با شما اجازتی در آمدن نیست. تو چه ها میگویی؟ یا مست شده ای؟ عذر زیاد جناب کمال، این امری خانم مجیده است، با شما اجازت نیست. من حق ندارم. خانم مجیده؟
амаки Камол? بله این من از محبس آزاد شدم. از تو یک چیز را پرسیدنیم. کمی دیگرگونی ها شده است. آیا یگان معما هست و من نقل کن؟ بله اصلا یک معما وجود دارد. амаки Камол با شما واخریم می شود؟ از نزدیک به شما همش را نقل می کنم. می شود؟ می شود. به کجا بیایم؟ مایلش می آیم. قادر؟ کی بوده است؟ تینجی است؟ هیچ چیز نه مادر جان، گربه. амаки Камол خوب میشد که امشب در خانه من ایستادید ها؟ کمی دم میگرفتید، فکر میکردید، بعد با فکر سالم به چیکار کردن قرار میدادید. راست میگویی ایبا. حالا این طور نمیروم. بهترش پگاه وا میخوریم. амак Камол агар гурусна бошед зуд ягон хӯрок тайёр кунам. نه گرسنه نیستم. من اشتیای خوردن را نیز ندارم. از این برمی آید که تا این وقت همه چیز را از من پنهان کردن. یعنی شاید غضبناک شوید اما آنها ناحق نیستند و اگر شما میدانستید چیکار میکردید؟ غضبناک نمیشوم. اگر من هم می بودم شاید همین طور میکردم. با آنها میفخرم. با اینقدر مصیبت روبرو شدن وزنین است. همین خیلی است. آدمانی پرطاقت میباشند. این آسان نیست. تو هم همین خیلی. قادر خوشبخت است که تو بر این رفیق دارد. تشکر. من قادر رفیقیم амаки Камол. از اکا و دادرم نزدیکتر. تا حال چراغ کسی خاموش نشده است و از این برمیآید که تا حال خواب نکرده.